سلام دوستان، به کانال یوتیوب من خوش آمدید. ممنون میشم که این ویدیو تا آخر تماشا کنید و لایک و سابسکرایب فراموش نشه و در قسمت آخر نظراتتون رو برای من کامنت بگذارید. متشکرم. خب دوستان، تا به حال به این فکر کردید که چرا بعضی هواپیماها ملخ دارن اما بعضی دیگه از موتورهای جت استفاده میکنن؟ خب در نگاه اول شاید همه موتورهای هواپیماها شبیه هم به نظر برسن، اما واقعیت این است که دو فناوری متفاوت پشت آنها قرار گرفته. خب بیایم با هم موتور پیستونی شروع کنیم. موتور پیستونی تقریبا شبیه موتور خودروها کار میکنن، به این شکل که داخل سیلندرها مخروط سوخت هوا میسوزه و باعث حرکت پیستون میشه و این حرکت به میلنگ منتقل میشه و در نهایت ملخ هواپیما رو میچرخونه و وقتی ملخ میچرخه هوا رو به عقب پرتاب میکنه و هواپیما به جلو حرکت میکنه. به همین دلیل بیشتر هواپیماها یه آموزشی، تفریحی و شخصی از موتورهای پیستونی استفاده میکنن، چرا که این موتورها ساده‌تر، ارزان‌تر و نگهداری آنها آسان‌تر است. اما حالا به سراغ موتور جت برویم. موتور جت هیچ پیستونی نداره. در عوض هوا را از جلو وارد میکنه، آن را فشرده میکند و با سوخت مخلوط میکند و سپس میسوزاند. گازهای بسیار داغ و پرفشار حاصل از احتراق با سرعت فوق‌العاده زیاد از پشت موتور خارج میشوند و نیروی رانش عظیمی تولید میکنند. همین نیروی رانش است که هواپیماهای مسافربری بزرگ را در ارتفاعی بیش از 10 کیلومتر و با سرعتی نزدیک به سرعت صوت به حرکت در میآورد. حالا سوال مهم اینجاست، کدام موتور بهتر است؟ واقعیت این است که هر کدام برای مأموریت خاصی طراحی شدند. موتورهای پیستونی برای پروازهای کوتاه، آموزشی و هواپیماهای سبک عالی هستند، اما وقتی صحبت از جابجایی صدها مسافر در مسافت‌های طولانی می‌شود، موتورهای جت انتخاب اصلی هستند. و اینجا یک حقیقت جالب وجود دارد. قدرت مکشی یک موتور جت بزرگ آنقدر زیاد است که میتواند اجسام را از چند متری به سمت خود بکشد. به همین دلیل کارکنان فرودگاه همیشه فاصله ایمنی را رعایت میکنند. حالا از شما میپرسم، اگه حق انتخاب داشتی دوست داشتی با یک هواپیمای کوچیک ملخی پرواز کنی یا یک جت مسافربری؟ ممنونم که این ویدیو را تماشا کردید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.